دادگاه نهایی قضایین ولایت تیومن در شمال روسیه یک شهروند 47 ساله تاجیکستان را با جرم عبور غیر قانونی مرزهای روسیه با 1 سال و 8 ماه محبس نظامش سنگین محکوم کرده است. دادستانی ولایت تیومن روز 14 اکتبر سال 2022 در تلگرام کانالش همچنین خبر داد که دادگاه مهاجر تاجیک را 15,000 روبل جریمه هم بسته است. دادستانی گفت این مهاجر تاجیک سال 2016 از روسیه بیرون کرده شده تا سال 2021 حق بازگشت را نداشت، ولی او نام و نسب خود را عوض کرده 4 مرتبه غیر قانونی باز به روسیه آمده است. دادگاه شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه در عبور مرز این کشور از جانب شهروند خارجی که ورودش به روسیه ممنوع بود گناهکار شناخت. حد اکثر جزا طبق این بند کودکس جنایتی روسیه تا 4 سال زندان است. نظر خود مهاجر تاجیک دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این مهاجر تاجیک سال 2016 بر اساس قسم یکم ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه برای ویران کردن قاعده های بود و باش از روسیه اخراج گردیده برای 5 سال از حق عبور مرز این کشور محروم کرده شده است. ولی شهروند تاجیکستان برخلاف قرار دادگاه از قبل نشاندادهای خود را در شناسنامه‌اش تغییر داده یک دفعه ماه دکبر سال 2016 و 3 مرتبه دیگر سال 2017 از قزاقستان غیر قانونی مرزهای روسیه را عبور کرده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی تیومن حکم این مهاجر تاجیک هنوز به اجرا ندرآمده است. در سالهای قبلی مقامات روسیه 10,000 مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را از این کشور اخراج کرده به شناسنامه‌هایشان مور زپرت می‌زدند. یک وقتها شماره شهروندان تاجیکی که به مهلت 350 سال و از آن هم بیشتر از حق عبور مرزهای روسیه محروم گردیده بودند از 300,000 نفر هم گذشته بود. در شرایط تاجیکستان که بیکاری سراسری حکومت‌فرماست و منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله ها از حساب مردکاری در روسیه است، مور زپرت گرفتن هر مهاجر به معنای از منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک عائله است. از این رو برخی مهاجران مجبور میشوند که بر قیمت از جمله توسط عوض کردن نام و نسب و دیگر نشان دهنده های خود و گرفتن شناسنامه نو توکل کرده باز به روسیه برمیگردند. در سالهای آخر در روسیه 10 نفر از مهاجران تاجیک که با چنین شیوه میخواستند از زپرت صرف نظر کنند دستگیر و زندانی کرده شدند.